خوش اومدید به این ویدیو. ما در این ویدیو لول اپ بتل پس رو گذاشتیم که شما شاید وقت نکنید طی 30 روز بتونید با این مشکلاتی که پیش اومده، امتحانات دانشگاه، مدارس شروع شده، شما بتونید کاری انجام بدید و لول اپ خفنی داشته باشید. و ما در این ویدیو به شما لول اپ خیلی خفن، یعنی در 2 بار اون کار رو انجام دادن 200,000 XP خواهید دریافت کرد و مثل من قراره این اسکین ها رو دریافت کنید ظرف چند دقیقه. برای وارد شدن باید این کد رو توی قسمت سرچ بزنید. من کدش هم داخل دیسکریپشن گذاشتم و هم اینجا هست. خب حالا وارد اینجا میشید و با این تصویر و فقط یه نکته مهمه، فقط سمت در نرید که راه برگشت هست، اما حالا بهتون نگفتم. میایید سمت اینجا و اون زمان بالایی اگه دقت کنید، خب زده 7 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه شما واردش بشین، 10 دقیقه طول میکشه، اما من چند دقیقه تو اینجا بودم و اینجور چیزا شده 7 دقیقه و 40 ثانیه و شما تو این زمان وای میسید تا وقتی که این تمام شه. برید کارتون رو انجام بدید، آب بخورید، برید یه کار دیگه بکنید، بعد از 7 دقیقه بیاین و شروع کنید چند تا لول اپ خفن انجام بدید. خب وقتی زمان به 0 میرسه با همچین صحنه مواجه میشید و میرید سمت آخرین گانی که هست، یعنی همین گان، میرید سمتش و میرید بالاش. اینجا هست اگه بگردین اینجا هست نمیشه کی هیر، روی اینجا کلیک کنید، چند تا بهتون کلیک میده. ما حالا بودن 4 تا نیازمون میشه و میداریم و از این در خروج میکنیم، میریم به سمت اونجایی که سرعت آدم رو زیاد میکنه، یعنی بغل اون لباس عوض کن. اینجا میخواین برخورد کنید، اما اگه میخواین محاسبتون دقیق باشه باید اینجا رو بگذرونید. منم از اینو میزنم. الان باید شما 10 تا پله بذارید یا همون 10 تا رمپ بذارید و اینم از 10می. نه آره. و حالا 5 تا هم صفحه میذاری، حالا صفحه از این تخته ها. و وقتی میرسید اینجا دکمه X رو فشار میدید که نمیشه سیکرت روم. وقتی میایین اینجا به هیچ زیاد سعی کنید دست بزنید، یا برمیگردید به اون صفحه اصلی یا میرید یه جای دیگه. فعلا سعی کنید اون چیزایی که من میگم و سمت اون جا برید. خب از این بغلی که این طرف هست دیوار داره، از این طرف میپریم پایین و مستقیم میریم میپیچیم چپ. بعد یه مستقیم میریم این پایین رو نگاه کنید. آره میفتیم اینجا و سمت راست که کانتینر سفیدی هست میریم سمت اونجا. اینجا یه پله یعنی به سمت پایینی ما میخوایم، حالا میتونید بپرید یا حالت برعکس بذارید، اما اگر بلدید میتونید اینطوری برعکسش کنید. بعد وقتی که اینجا رو میبینید نوشته اینترکت که وقتی روی این فشار بدین بهت XP مورد نیازتون رو بهتون میده که دقیقا روی جای مشخصش سعی کنید پیدا کنید. الان اگه نگاه کنید XP مورد نظر میده، همینطوری زیاد و زیادتر میشه. فقط من چون که این حدودا 5مین دفعه میشه من اینو انجام دادم، به هم XP های با صورت کمتری میده، یعنی حدودا شاید الان 50,000 تومان بده، اما دفعه اولی که من این کار رو انجام دادم 99,000 تا بهم داد و دومین دفعه 102,000 تا بهم داد و اینا یکم با هم فرق دارن. و دوباره همونجا رو میایم X رو فشار میدیم، ولی میخوایم بریم یه جا دیگه. پایینش اگه دقت کنید، یعنی پایین همین اینجا نوشته بیگ شاتس. وقتی در رو باز میکنیم بالای این کتابخونه باید بریم، فقط سعی کنید خرابش نکنید که نیاز داریم. وقتی بالای این کتابخونه میریم اینجا نوشته اینترکت، اونجا هم بازم X رو فشار میدیم و اونجا هم بازم XP مورد نظرمون رو میده. اینم بین 100,000 تا بهتون XP میده بین دفعات اول. دفعات بعدی بریم مثلا 30,000 تا 50,000 تا میگیرید، اما وقتی دفعات
اولی و دوم باشه نزدیک 100,000 تا XP از این بخش میتونید به دست بیارید. حالا هر چند دفعه میتونید برید و من الان 5 دفعه رفتم نزدیک 10 لول رفتم جلو، 10 تا 15 تا لول. شما میتونید از این روش به خوبی استفاده کنید و چند بار دیگه برید و XP مورد نظرتون به دست بیارید. حالا 40 دقیقه تو کوست میری یه چیزی به دست میاری و تو این ظرف 5 دقیقه ویدیو انجامش میدی به همین راحتی. دوستتون دارم. سابسکرایب و لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره. گفتم کد این برنامه هم تو دیسکریپشن هست، حتما دنبال کنید ما رو. خدا نگهدار.